سریال‌های ترکی توی کشور ما خیلی طرفدار دارن. احتمالاً اگه دور و بر خودتون رو ببینید، حداقل یه نفر پیدا میشه که پیگیر این سریال‌ها. امروز قراره با هم دیگه 10 تا از سریال‌های برتر این کشور رو مرور کنیم. پس با ادامه ویدیو با من همراه باشید. شماره 10 عشق مشروط. ژانر کمدی عاشقانه یکی از پرطرفدارترین سریال‌های ترکی توی کشور ما به خصوص توی این چند سال اخیر بوده. عشق مشروط که به اسم در منو بزن هم میشناسنش، سال 2020 پخشش شروع شد که به خاطر حضور بازیگرای معروفی مثل هانده ارچل خیلی زود پرطرفدار شد و مخاطبا رو جذب خودش کرد. داستان دختر جوانی که به خاطر بورسیه تصمیم میگیره 2 ماه نقش نامزد سرکامبولات رو بازی کنه و بعدش بورسیه‌اش رو بگیره. اما توی همین 2 ماه این 2 نفر واقعا به هم علاقه‌مند میشن و اتفاقای دیگه‌ای براشون پیش میاد. عشق مشروط امتیاز 7.1 رو هم از IMDb گرفته. شماره 9 عشق بی‌پایان. کمال پسر جوونیه که توی خانواده معمولی به دنیا اومده و داخل یکی از محله‌های معمولی استانبول زندگی میکنه. از طرفی نیهان که توی دوبله فارسی به اوکیا تغییر کرده، دختریه که از یه خانواده ثروتمنده ولی اتفاقی با کمال آشنا میشه و مسیر زندگیشون تغییر پیدا میکنه. پربیننده ترین سریال ترکیه توی سال 2015 که موفق شد جایزه‌های مختلفی هم بگیره، از سال 2015 تا 2017 با بازی بوراک اوزچویت پخش شد و امتیاز 7.3 رو هم از IMDb گرفت. شماره 8 گودال. سریال اکشنی که بین سالهای 2017 تا 2021 پخش شد و بعد از 131 قسمت به پایان رسید. داستان در مورد خانواده کوچوالیه که کنترل منطقه مافیایی به اسم چوکور رو توی دست خودش داره. اما علیرغم اینکه چوکور یه منطقه است که کارهای خلاف توش انجام میشه، یه سری قانون مخصوص خودشو داره. مثلا هیچ مواد مخدری نباید توی اینجا جابجا بشه. اما شرایط موقعی عوض میشه که یه گروه خلاف این قوانین عمل میکنه. چوکور امتیاز 7.5 رو هم توی IMDb ثبت کرده. شماره 7 آپارتمان بیگناهان. سریال درام و روانشناسانه که سال 2020 پخش شروع شد و از بهترین پروژه‌ها توی ژانر خودش به حساب میاد. داستان مرد جوانی که با 2 تا خواهر خودش که به شدت به تمیزی و نظافت اهمیت میدن زندگی میکنه. خانواده‌ای که اتفاقات زیادی پشت سر گذاشته و به اینجا رسیده. آپارتمان بیگناهان امتیاز 7.8 رو هم از IMDb گرفته. شماره 6 معصوم. یه مأمور بازنشسته با همسرش دور از شهر توی آرامش مطلق زندگیشون رو میگذرونن. اما وقتی که خبرایی از پسر کوچیکشون بهشون میرسونن، شرایطشون کاملا دچار تغییر میشه. یکی از سریال‌های معروف ترکی که مخاطبای زیادی رو تونسته برای خودش به دست بیاره و امتیاز 8.4 رو هم توی IMDb برای خودش ثبت کرده. شماره 5 شخصیت. سریال 12 قسمته‌ای که استقبال جهانی گرفت و جز پروژه‌های موفق ترکیه به حساب میاد. داستان پیرمردی که آلزایمر گرفته و وقتی این موضوع رو میفهمه تصمیم میگیره مجرما رو به روش خودش مجازات کنه. سریال جذابی که یه فصل ازش پخش شده و امتیاز بالای 9.1 رو هم از IMDb به دست آورده. شماره 4 نفوذی. 2 تا پسر توی آکادمی پلیس با هم درس میخونن ولی همدیگر رو رقیب خودشون میدونن. اما این 2 تا در اصل با همدیگه برادرن ولی خودشون از این موضوع خبر ندارن. سریال پرطرفداری که سال 2016 پخشش شروع شد و بعد از 39 قسمت تموم شد و از سایت IMDb هم امتیاز خوب 8.1 رو تونست به دست بیاره. شماره 3 مؤسس عثمان. سریال پرطرفداری که از سال 2019 پخشش شروع شده و هنوزم ادامه داره. داستان زندگی عثمان یکم، پسر ارطغرل و حلیمه خاتون که سلسله عثمانی رو تأسیس کرده. مؤسس عثمان با بازی بوراک اوزچویت در واقع ادامه سریال قیام ارطغرل که تونسته عملکرد موفقی رو از خودش نشون بده و امتیاز 7.9 رو به دست آورده. شماره 2 ازل. ازل از سریال قدیمی ترکیه است که احتمالاً برای خیلی آشنا باشه. سریالی که سال 2009 پخشش شروع شده تونست خیلی زود بین مخاطبا محبوب بشه. داستان عمر که به خاطر خیانت یکی از دوستاش اشتباهی به دزدی و قتل محکوم میشه و زندانیش میکنن.
اما هر طور شده خودش رو از اونجا فراری میده و بعدش با جراحی پلاستیک قیافش رو عوض میکنه و یه هویت جدید برای خودش میگیره تا بتونه انتقام خودش رو از کسایی که براش پاپوش درست کردن بگیره. ازر که تا سال 2011 پخشش ادامه داشت، امتیاز بالای 8 تا 7 رو هم برای خودش ثبت کرده. اما قبل اینکه شماره 1 این لیست رو با هم دیگه ببینیم، شما هم سریال‌های ترکی محبوب خودتون رو بنویسید و همینطور نظرات و پیشنهاداتی هم که دارید توی کامنت ها حتما بنویسید. سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنید و زنگوله کنارش رو روی آل بذارید تا از ویدیوهای جدید سریع‌تر با خبر بشید. شماره 1 قیام ارطغرل. قیام ارطغرل یکی از سریال‌های پرطرفدار تاریخی ترکیه است که مخاطبای مختلفی رو توی جهان تونست برای خودش به دست بیاره. داستان زندگی ارطغرل یکی از پایه‌گذارای حکومت عثمانی و اینکه چطوری با حلیمه خاتون آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن. قیام ارطغرل از سال 2014 تا 2019 پخش شد و امتیاز خوب 7.9 رو هم از IMDb گرفته. این هم لیست 10 تا از سریال‌های محبوب ترکیه بود. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.